خلاصی یکتیا گلین کردستانیه خیری سرحد هشمندیه هتشه و داعشه یا کوقاشو د چارچوبه اول اسلامی ده خبری خستن دکه دوان سالین داویده به دست هزین کاپیتالیست این وکی دیه انگلیستان فرانسا و هر وکی دن هاتن خردگرن بشتره او آنین سر دست تلاتداریه داعشه که دمکه کرد دج هر در جهانی شخوره کجر پیدا کرن لروشلا تناوین سوجین دروی اخلاقی مروایی پیکانین هر جین کو بری خودانی لپی خود هالان روخاندن و کراستیشتن. دشهر لدیجی گل کرد ده به تایبتیج دولتا ترک بشکریه که خورد دا. دوهویتیا کل دیجی کردان دهات گرنده دست نجات پرستین ترکیه. رایدارین ترک جوان را لچپکان خستن. ایروژی به همو به اخلاقی خواه و بشکریه خواه بردوام دکن. اف هر دو ریخستین هوانه هر چندیش هف جدا بنجی دوار هویتی و پیکانین پلانین هزی کپیتالیست و نتو دولتان ده بی قصر تفگریان و دیگرن. بیشتی کتنا رژیم اساد شونده هزی ناو نتویی دستلاتداریا لسوریهی تسلیمی وان چتهین هوف کرن. جناب وان چتهیان کسایتک وکی احمد الشاره هلبجارتن ایرو جارا کدن لهرمی و هشمندیا که دجمن نرخین مرواییه زندی دکن و چه بخوازن بوان کجران پیکتینن. اف کجره کو تی قایده و قرالان ناس نکن رخم همو هولدانین انتگراسیون دموکراتیک اگل کرد و پرگالا خواسری دموکراتیک روجاوای کردستانی هاتن پوچ کرن. دوی الوستا هته شده به گمانگف و ببختین دولتا ترک شی دوی نین جبیر کرن. دولتا ترک دبن ناوه پولیتیقای اولیه و پرسکریکا بکایه ده دخوازه به توای گل کرد به پاراستن بهیله. وان نگوری خواه انتگری رژیم سوریه یا دمکی بکه. دیسا وکی هر جاره ایرو دیسا دخوازه همو مافینگلی کرد شوله راکه. دولتا ترک تلیا خواه تاوی همو کارین ده سوریه دکه. به پشکریا بروژانه ده وان چتین هوانه سوجی مروایی لروژاوی کردستانی پیکتینه. به تایبتی جنین تیکوشر این کردستانی بریبازین هری هوانه قتل دکه و جنازه این وان دا آوایین بلند ده داویشه. گزین جنین شرکر قد دکه و برومت و حیثیت گل کرد لیزه. نخوشخانه هم بمب باران دکه، برینداران قتل دکه، آف جریان و اینترنتی لسر گل دبره. اف کجرین جه همو نرخین مروایی به پارمانه خودی هشمندیه که وحانه. دوان همو هز و چتین که امقالاوان دکن ده نه اخلاق، نه شرف، نه بخت، نه مروایی، نه حیثیت، نه هشمندی هیه. هگه پیشیلوان نیگرتن ده وکی پنجشیر گاو بگاولاش مروایی برزینن و همو جهانه تالان بکن. دمان و راستیه هیتینن زمان دویزین دلاشی مروان ده چه. خوینا دلاشی مروان ده جمده. گلک وشان روزنامه قاشو نویسکار و روشنبیرین دولتا ترک لبر اکرانین تیوی و مدیا سانال بدیمنین هویتیال دیجی گل کرد دکرن جدوین وان گلیز داویشه جاوین وان سوربونه وش هویتیا جلاشی کج و خورتن کرد هاتیا کرن کیف خوشت بن. وکی کو دا آرانین رومایته هویتیال دیجی کردان روا دکن وکی کو تو قیمتا جان کردان تنگه بسوسا تروریستی آلیگر و نجات پرستین خوین خودی هشمندیه هتشه و داعشی سرمستکن. چوک ندانینا گل کرد جوان را دردکی پرمزنه. جبر کو کرد جخودا امپاراتور وان را سری ناتوینه. دست جه پارادیگمای خویا پرچاندی، پرزمانی، پرولی و ناسنامه و کولکتیف برناده. جدر وی آزادی و وکیویه، جدر وی جیانک اخلاقی و پولیتیک تریه ناده پیشیا خواه. وی هویتیال هفدو آلیایی دین او هردکه. لیتشتک پر هجا و جی سربلندیه هیه. او چیه؟ بگومان تکوشین و هزاش پارادیگمای ریبر آبو و تفگر آزادیه یا کردستانی که بین آف بر 52 سالن بردوام دکه گل کرد ای آزادی خواست گریه مرتالش پولا. اف جبو گل کرد ای بشرف نرخا هری پیروزه. لیل داویه دوی امجاره کدن وکی گل کرد خطره و پیلا قرقرنال دیجی خواه و همون نرخین خواه نتوایی باش ببینن. دمک بری دمکی نبجن اف پارتی و او پارتی. دوی ام ببیر و باوریه اکتیه نتوایی لدورا نرخین خوی نتوایی کن ببین که ام بکار بین ناموس و حیثیتا خو بپاريزن. ایدی اف درفتا داویه. دوی ام باش بفکرن. جهف دور باش بیشن و جبو خواه دشتا باش بکن. اف دی نستویه میا و دما یکتیه گلی کرده. هر بیجی یکتیه گلی کرد.